معرفت اگه حاصل بشه، سعدیوار مترنم این مقال بشیم: من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. در نظر بود که جان بر تو فشانم روزی، بازم در نظر آمد که متاعی است حقیر بی ارزش. جان خودش هم در مقابل او بی ارزش میبینه. این است که مولوی میفرماید وقتی خانواده شمس مورد آزار اذیت قرار میدن و شمس ناچار میشه از خونه بیرون بره، مولوی از درد فراق دور ستون میچرخید. به مثلا این مقال بود که ز فراق چون ننالم، من دل شکسته چون نی. که به سوخت بندم ز حرارت جدایی. یا میفهمد نیست هیچ دردی ز هجران سخت‌تر، هرچی خواهی کن ولیکن این مکن. اون شناخت حاصل شد اینطوری میشه، شناخت حاصل نشه ما خیال میکنیم واقعا دوست داریم، علاقمندیم. نه، دوستی بهشون ایمان عاریتی، معارین الایمان. علم را از دهن مردان خدا بگیرید. مردان خدا کی هستند؟ آیا کسی ریش سبیل داره و بر پیشانیش گاهی پینه میبنده این مرد خدا؟ میگه نه، مردی گمان مبر که به سرپنجه است زور، با نفس اگر برایی دانم که شاطری. خب پس این که این همه سر به مهر میزنن، پیشانی از کثرت سجده پینه میبنده، اینه تکلیفشون چیه؟ تمام فلاسفه ماندن در باره خدا بحث کردن، گفتگو کردن، همه وهم، همه خیاله. خدا رو که من ندینم به درد من نمیخوره و بنا خدا دیدنی نیست، نخه دیدنی نیست. قرآن بیان میکنه به من یرجو لقاء ربه. پس موسی در صحرای سینا چشی دید؟ اگه خدا دیدنی نیست، ذات اقدس حیات دیدنی نیست، اسم ذات و انوار الهی دیدنی نیست. اون که دیدنی نیست ذات است، اونم که ذات هم که میگیم دیدنی نیست مسئله چیز دیگری است. باید اون که به ذات میرسه وجود در خودشه، که یکی بیننده باشه و یکی دیده شده باشه، دوتا میشه. اگه سنگیت باشه وحدت نیست، وحدت یگانگی است. یکی باید بمیره و یکی باید باشه، دومی نیست. شما قند نمیزی پلوی چایی، خب این قند است و اون چای دوتاست. اما قند نمیزی تو چایی، قند کو؟ قند مرد. در چه مرد؟ در چایی مرد. میشه فنای فی الله.